نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی در هفته روان در دفتر کاریش با الحاج مولوی عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف دیدار نمود. در این دیدار روی موضوعات مختلف تعلیم و تربیت بحث و گفتگو صورت گرفت و معین وزارت از همکاری ها و تلاش های مقام ولایت در بخش معارف تشکری و قدردانی کرد. همچنین الحاج مولوی عبدالخالق صادق معین تضمین کیفیت وزارت معارف اظهار داشت که در امتحانات گذشته ثابت گردیده است که شاگردان ولایت غزنی از ذکاوت و نبوغ ویژه‌ای برخوردارند. یک زن که طی 4 سال گذشته در ولسوالی ناوه ولایت غزنی از سوی خانواده شوهرش با خشونت فیزیکی و روانی مداوم مواجه بود و از حقوق شرعی خود محروم شده بود، با مداخله ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر رهایی یافت. مثلا این اداره به خانواده شوهر این زن توصیه‌های لازم در مورد رعایت حقوق زنان و حسن معاشرت بر اساس شریعت ارائه کردند. آنان همچنین تعهد دادند که از این پس به این زن ظلم نکنند و حقوق شرعی او را رعایت نمایند. و همچنان کار ساخت یک شبکه آبرسانی در ولسوالی زنخان غزنی آغاز شد. باز هم همکارم رسولی با شرح بیشتر این گزارش. کار ساخت یک شبکه آبرسانی به هزینه بیش از 10 میلیون افغانی در ولسوالی زنخان ولایت غزنی آغاز شد. با تکمیل این پروژه حدود 400 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا خواهند کرد. مسئولان محلی میگویند این پروژه با حمایت مالی بانک جهانی تطبیق میگردد. د دغه پروژې ټول بودجه څه بالا 10 میلیون افغانۍ د سیده بدل ته مصرفېږي او بانک جهانی مصارف ورکوي او دا کار مؤسسه تشکیلونکې ده او د کلیو بیا روانې پراختیا ریاست یې مستقیما نظارت کوي چې دا به ان شاء الله العزیز دلته پلي کېږي او د 80 متره مکعب په انداز باندې دلته د اوبو ذخیره ده او تقریبا 2 حلقې څاګانې دلته سره څا به 100 متره ژوره او د پروژه کې تقریبا ټول 1190 متره پایپ ته همدا بدل ته غزيږي د شبکې هغه درازوالی ده. ټول به شپږ میاشتې په بر کې ونیسي. د 400 فامیلو په شاوخوا کې چې کور په کور به 103 شیردانونه چې 2 عمیقې څاګانې د 100 متر په شاوخوا کې به کندل کیږي او بیا به د 80 متر په مکعب ظرفیت سره په یو حاکمه نقطه کې دیته د اوبو ذخیره کولو یو اهن کانکریټي ذخیره جوړیږي او بیا به د هغې په مټ باندې کور په کور د پاک او صحیح اوبه رسیږي. همزمان با آغاز کار این شبکه آبرسانی باشندگان ولسوالی زنخان میگویند که با تطبیق این پروژه مشکلات آنان در بخش دسترسی به آب آشامیدنی صحی برطرف خواهد شد. دا خو د ما په خلونه بیانې خدا چې وسیا چا واسترلو کو صاحب وګل هغه هم په سبب د وشکاله او بوکته ولاړ دغه ورځ پرځ کته روانې وي نو دا موږ ډیر شت ضرورت ځکه موږ مستحق وبللو علی د دې تاجر صوبو چې دی وبنسته ستونزې ډېرې دي یو ته بل کله غټ ته هېڅ نه رسیږي اکثره ګرد برتاویږي چې وبنه دغه د موږ ډېر خوکیل دی امارات اشکا کوو چې موږ ته راغله موږ ته خدمت کوي. با گفته مسئولان در جریان یک سال گذشته با هزینه بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی حدود 30 پروژه شبکه آب آشامیدنی در 6 ولسوالی این ولایت افتتاح شده است. و همچنان به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی در هفته روان یک تن در منطقه پشتونآباد شهر غزنی به دلیل استفاده نادرست از بخاری زغالی جان خود را از دست داده است. این فرد باشنده اصلی ولایت میدان وردک بوده و جسد وی برای بررسی های بیشتر به شفاخانه ملکی غزنی منتقل شده است.
این حادثه پس از مرگ یک جوان 35 ساله در ولسوالی گیلان و پیشتر جان باختن 2 تن در ولسوالی اندر به وقوع پیوسته است. و حق شرعی یک زن که همسرش وفات نموده بود در ولسوالی آبند ولایت غزنی تامین شد. این زن که از سوی خانواده شوهرش از حق شرعی نکاح محروم شده بود، با مداخله و پیگیری محتسبین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر به حق قانونی و شرعی خود دست یافت. بر اساس گزارش، پس از بررسی همه‌جانبه موضوع و انجام اقدامات لازم، اختیار شرعی نکاح دوباره به این زن بازگردانده شد و وی توانست عقد نکاح شرعی را در محل دلهای خود انجام دهد. و همچنان در هفته روان ساختمان صدور جوازهای ساختمانی در مرکز ولایت غزنی افتتاح شد. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی در شهر غزنی از سوی ریاست شاروالی این ولایت به فعالیت آغاز کرد. مسئولان در غزنی میگویند مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی در چوکات ریاست شاروالی این ولایت ایجاد شده که هدف از این مرکز جلوگیری از ضیاع وقت، تامین شفافیت در امور ساختمانی، اصلاح زیرساخت‌های غیر پلانی، زیباسازی شهر و جلوگیری از فساد اداری می باشد. مسئولان شاروالی غزنی می افزایند که در این مرکز نمایندگان ریاست شاروالی، ماموریت اطفایه، ریاست برشنا و ریاست آبرسانی حضور دارند تا روند صدور جوازهای ساختمانی به گونه هماهنگ و منظم انجام شود. د دې مرکز په جوړښت سره تر ټولو لویه فایده دا ده چې په پروسه کې یا په دې کار کې شفافیت رامنځته کیږي، بې ځایه وخت نه ضایع کیږي او تقریبا د فساد مخه هم کې نیول کیږي. نو ولسه تاسو ته دا ډاډ او اطمینان درکوو چې د اسلامي امارت څومره رهبري ده، څومره قدرمن مشران دي. هغه که تاسو سره دلته کوم ښاروال قرار لري، هغه که د موږ تاسو د انسجام مشران دي، هغه که هم تر القدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب پورې موږ ټول په دې هله ځله کې یو چې څنګه به د ولس ته مقصد وسایو وبخښو. خو تاسو ته هم دا وایو چې تاسو د دغه نظام سره همکار پاتې شئ لکه څنګه چې پاتې شوي یاست. در همین حال نمایندگان مردم و وکیلان گذر فعال شدن این مرکز را گامی نیک در راستای عرضه خدمات به موقع و منظم شهری دانسته و قدردانی می کنند. از افتتاح پروژه واحد مرکز اجازه آبادی ها واقعا ما امروز خیلی خوشحال هستیم. جای خوشحالی و مسرت است که چنین مرکز امروز در غزنی افتتاح شد و انشاءالله کار مردم ملت غزنی را برای آبادی و ساخت ساز خیلی آسان و آسانتر میگرداند. خلق کارونه د میاشتو کارونه چې دا یو سخت و مشکل کار او خلک ته په عذاب او په وخت باندې کار نه خلاصېدل. اوس په لکه څنګه چې خبره وشوله چې 15 ورځې کې کار نه خلاصېږي، انشاءالله ډېر مثبت کار دی. موږ په مثبت ورته ګورو انشاءالله چې ښه نتیجه به ولري. به گفته مسئولین، مرکز صادر نمودن جوازهای ساختمانی مطابق فرمان امیرالمؤمنین حفظه الله در تمام ولایت‌های درجه 1 و درجه 2 به هدف تسهیل خدمات شهری و ایجاد شفافیت ایجاد خواهد شد. و همچنان ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت غزنی از جلوگیری یک مورد نکاح اجباری در ولسوالی واقع از این ولایت همچنان خبر داد. به گفته این مسئولان، یک زن که شوهرش وفات نموده بود، پس از سپری کردن عده از سوی خانواده شوهرش برای ازدواج اجباری تحت فشار قرار داشت که محتسبین با مداخله به موقع و انجام گفتگوهای شرعی از این اقدام جلوگیری کردند. در نتیجه زن یاد شده به خانواده پدرش منتقل گردید تا مطابق خواست و رضایت خود در مورد آینده زندگی و نکاح تصمیم بگیرد. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه ولایت غزنی، در یک رویداد ترافیکی در ساحه البدر ولسوالی آبند 3 تن زخمی شدند. این حادثه در هفته روان بر اثر برخورد موتر نو 580 با موتر باربری رخ داده است. نیروهای امنیتی ولسوالی آبند به موقع در محل حاضر شده و زخمیان را به نزدیکترین مرکز صحی منتقل کردند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علت تصادم لغزنده بودن جاده ناشی از یخزدگی بوده است. و ریاست حیاه و انکشاف دهات ولایت غزنی با هماهنگی نهادهای مربوط پروژه ترمیم 15 حلقه چاه آب را در قریه‌های مختلف ولسوالی اندر
با همکاری یک مؤسسه و حمایت مالی سازمان ایکو به ارزش 286644 افغانی با موفقیت تطبیق و تکمیل نمود. این پروژه بر اساس نیازهای عاجل باشندگان محل عملی گردیده که در نتیجه آن چاهای قدیمی و غیر فعال ترمیم، پاککاری و دوباره قابل استفاده ساخته شده و با تکمیل این پروژه 355 خانواده به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کردند. و منصوبین حوزه سوم امنیتی شهر غزنی 2 تن را به اتهام سرقت تیل از یک پمپ تیل بازداشت کردند. متهمان حدود 60 لیتر تیل را دریافت کرده و پیش از پرداخت پول قصد فرار داشتند. افراد بازداشت شده جهت بررسی‌های بیشتر و طی مراحل قانونی به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی سپرده شدند. و در پی برفباری شدید و مسدود شدن مسیر مواصلاتی میان ولسوالی‌های جاغوری و قره‌باغ 6 تن از مسافرینی که در منطقه بند زردالو مربوط ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در برفگیر مانده بودند با تلاش نیروهای وزارت دفاع ملی توسط چرخبال نجات داده شدند. مسافرین یاد شده پس از انجام موفقانه عملیات نجات توسط چرخبال به مرکز ولایت غزنی انتقال داده شده و وضعیت صحی آنان قناعت بخش گزارش شده است. و همچنان در هفته روان الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی ولایت غزنی با شماری از محاسن سفیدان ولسوالی قره‌باغ این ولایت در دفتری کاریش دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار باشندگان این ولسوالی مشکلات و موضوعات اجاره زمین‌های حکومتی در ولسوالی قره‌باغ را با والی غزنی در میان گذاشتند. والی غزنی با اطمیناندهی در خصوص رسیدگی به مشکلات موجود تاکید کرد که در روند اجاره‌دهی این زمین‌ها حق اولویت به باشندگان محل داده می شود. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه غزنی اعلام کرده که 3 تن به اتهام سرقت طی یک عملیات کشفی از ساحه توحیدآباد مربوط حوزه 4 امنیتی شهر غزنی بازداشت شدند. متهمان هفته گذشته از یک دکان در ساحه اسپینحکی ولایت پکتیکا مواد خوراکی و وسایل برقی را به سرقت برده بودند. به گفته مسئولان امنیتی از نزد افراد بازداشت شده یک راد موتر نوی پاسو و اموال مسروقه به دست آمده و آنان جهت تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه غزنی سپرده شدند. ریاست صحت عامه ولایت غزنی اعلام نموده که مؤسسات تطبیق کننده بخش صحی روند توزیع ادویه‌جات مربوط به ربع نخست سال 2026 میلادی را به گونه منظم و موفقانه تکمیل کردند. بر اساس معلومات ارائه شده این ادویه‌جات به 109 مرکز صحی در مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی تامین گردیده است. همچنان در ادامه این برنامه به منظور پاسخگویی به نیازهای عاجل صحی در فصل سرما روند انتقال و تامین اکسیژن به 4 ولسوالی صعب العبور تا پایان فصل زمستان با موفقیت انجام شده است. و رئیس سرحدات اقوام و قبایل ولایت غزنی با وزیر امور داخلی کشور الحاج خلیفه سراج‌الدین حقانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روی تقویت وحدت میان اقوام، تامین امنیت، رسیدگی به مشکلات مردم و هماهنگی میان ادارات دولتی در ولایت غزنی بحث شد. وزیر امور داخلی ضمن ابراز توجه به وضعیت غزنی از همکاری و حمایت همه‌جانبه اطمینان داد. و نیروهای حوزه 4 امنیتی ولایت غزنی 1 تن را به اتهام سرقت از ساحه حسن آباد مربوط به مرکز این ولایت بازداشت کردند. به گفته مسئولان امنیتی این فرد هنگام سرقت یک دستگاه سولار شمسی، یک راده بایسکل، یک بالون گاز و یک دانه بیتری از یک فرمی بادرنگ به گونه بالفعل شناسایی و بازداشت گردید. متهم پس از بازداشت به منظور تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ولایت غزنی سپرده شده است. کار ساخت یک شبکه آبرسانی در ولسوالی آببند ولایت غزنی آغاز شد. همکارم ذکرالله رسولی در مورد گزارش را تهیه دیده است که با هم میشنویم. ولسوالی آببند غزنی از جمله ولسوالی است که در جریان سال روان ده‌ها پروژه انکشافی در آن تطبیق شده است. این بار کار ساخت یک شبکه آبرسانی در قریه دوکوهی این ولسوالی آغاز شده است. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت غزنی میگوید این پروژه با تلاش و نظارت این ریاست از سوی مؤسسه داکار تطبیق می شود که با تکمیل آن 428 خانواده از آب آشامیدنی پاک بهره مند خواهند شد. دا خلک د اوبو سخت مشکلات او ستونزو سره مخ وو، خو لله الحمد نن الله پاک جل جلاله توفیق
موږ او همکارو مؤسساتو ته ورنصیب کړو د دې چې دلته دا پروژه تطبیق کوو. دا پروژه د ابيبان ولسوالۍ په د کوهي کلي کې ده چې د بودیجه ټول بودیجه 10 میلیونه شپږ لک افغانۍ دي چې همدا بودیجه به دلته مصرفیږي او هغه د ټانکۍ د ذخیره اندازه 80 متر مکعب ټانکۍ به دلته جوړیږي. همزمان باشندگان محل از آغاز کار ساخت شبکه آبرسانی ابراز خرسندی کرده و میگویند با تطبیق این پروژه مشکلات آنان در بخش دسترسی به آب آشامیدنی صحی کاهش خواهد یافت. مو خو بیخي ډیر په خوشاله یو چې ډیر اوقات له اوبو سره ډیر تریخ ده. کاریزو مثال هغه وچ سو شاینست مثال ټول یو نیم دی مثال یو وست دی برمې لري فصلو کې به یو سړی لري دا نور ټول کم وسه دي نه لري. نو په دې ټانکۍ باندې مو بیخي ډیر خوشبینه او ډیر خو کار رسوي دا ټول په خوشاله یو په خوښ. صاحب مو خو بیخي زیات په خوشاله یو موږ له اوبو سره ډیر د نیستي په حالات کې مخامخ یو. نو دلته د اوبو بیخي زیاته نیستي ده. دا ټانکۍ به چې موږ ته جوړه سي موږ د له اسلامي امارت څخه ډیره هیله ده چې په زر وخت کې راته جوړه کړي او ډیر په خوشاله سي اسلامي امارت موږ ته دا خدمت کړی. کار ساخت این شبکه آبرسانی در حال آغاز می شود که سطح آبهای زیرزمینی در ولایت غزنی رو به کاهش است. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت می افزایند که در شماری از مناطق دیگر نیز برنامه‌های برای ساخت شبکه‌های آبرسانی در نظر دارند. آنان از مردم می‌خواهند که علاوه بر حفاظت از پروژه‌های عامل منفعه از مصرف بیجا و اسراف آب نیز جلوگیری کنند. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت‌های دیگر کشور. در نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء 21 پروژه به ارزش حدود 2.5 میلیارد افغانی منظور و 7 پروژه دیگر تعدیل شد. پروژه های منظور شده و تعدیل شده شامل خرید اسکنر برای گمرکات میدان های هوایی کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و خوست، ترمیم سرک عمومی گردیز خوست، اعمار تعمیر قماندانه های امنیه غزنی و فرا، انجام مطالعات امکان سنجی و دیزاین تفصیلی آبیاری بند سلطان ابراهیم در سریپل، رساندن برق به ولسوالی های سامچارک، سوزمقله و گوسفندی سریپل، اعمار شفاخانه های عمومی در ولسوالی های قلعه زال کندوز، گرشک هلمند، شینواری پروان، پورچمن فرا، لکن خوست، ورسج تخار، آلسای کاپیسا، شکردره کابل و درایم بدخشان و برق رسانی در ولایت های مختلف می باشد. و خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله با روزمیری دیکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل در امور صلح و سیاسی و هیئت همراهش دیدار کرد. همکارم در مورد گزارش می دهد. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور صلح و سیاست و هیئت همراهش در جریان سفرش به کابل با خلیفه سراج‌الدین حقانی وزیر امور داخله دیدار و در مورد مسائل مختلف گفتگو کرده است. وزارت امور داخله میگوید که دو طرف در این دیدار روی توسعه تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی، همکاری در امر مبارزه با مواد مخدر، تقویت ثبات اقتصادی، راههای رفع محدودیت‌ها بر سکتور خصوصی و موثریت همکاری‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند. د کورنیو چارو خدمت وزیر زیاته کړه چې د مخدره موادو کرکېلي تولید او قاچاق پر وړاندې جدي او عملی اقدامات تر سره شوي چې له عملي مثبت پایلې لرلې دي. همدارنګه د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د رغند تعامل او د واقعي شرایطو پر اړه کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وشوي او څرګنده شوه چې متقابل درناوی او واقعي همکاري کولای شي چې د باور فضا لا پیاوړې کړي. به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، در این دیدار معاون سرمنشی سازمان ملل متحد بر ادامه تعامل میان کابل و جامعه جهانی تاکید کرده و از برگزاری دور سوم مذاکرات دوحه در مورد افغانستان در کابل خبر داده است. یاد پلاوی د دوامدار تعامل پر ساتلو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان په ابتکار د دوحې ناستو د دریمې پروسې لمخې به د یاد پروسې په ترڅ کې جوړ شوی کاري ګروپونه خپل راتلونکي ناسته د افغانستان په قربتوب په کابل کې ترسره کړي. آگاهان امور به این باورند که این دیدارها می تواند علاوه بر توسعه روابط سیاسی میان کابل و جهان در راستای جلب کمک‌های بنیادی جامعه جهانی به افغانستان نیز اثرگذار باشد. امیدوار هستم توجه سازمان ملل متحد به جلب حمایت‌های بیشتر
خواسته شود و همچنان در قسمت تامین روابط افغانستان با سایر کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان خیریه همچنان گام دیگری باشد که بتواند به نفع افغانستان تمام شود و افغانستان از این چالش‌ها بیرون شود و نقش افغانستان در سازمان ملل متحد دوباره احیا گردد. این در حالی است که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز گذشته نیز با وزیر امور خارجه دیدار کرده که در آن مولوی امیرخان متقی بر رفع تحریم‌های سازمان ملل بر بانک‌های افغانستان و بر آزادسازی پول منجمد شده افغانستان از سوی جهان تاکید کرده است. قرارداد خرید برق میان ملا عبدالحق همکار رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا و احسان الله بیات رئیس عمومی شرکت خصوصی بیات پاور تمدید شد. شرکت برشنا میگوید که این قرارداد پس از برگزاری نشست‌های پیهم میان بخش‌های تکنیکی دو طرف، بازنگری موارد و ایجاد تغییرات لازم از جمله افزایش سطح تولید برق برای مدت 10 سال تمدید شده است. بر بنیاد این قرارداد شرکت بیات پاور 40 مگاوات برق تولیدی از گاز را به شرکت برشنا به فروش می‌رساند. در پی وقوع 2 زلزله روز دوشنبه در ولایت دایکندی بیش از 70 خانه تخریب شده است. همکارم از ولایت دایکندی گزارش می‌دهد. ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی دایکندی میگوید که بر اساس بررسی‌های ابتدایی در نتیجه 2 زمین لرزه در نیلی و برخی ولسوالی‌های این ولایت بیش از 70 خانه به طور کلی و یا قسمی تخریب شده و برخی خانه‌ها هم دچار درزرفتگی شدند. 2 بار ولایت دایکندی را در تاریخ 28 جدی تکان داده که مرکز زلزله قریه کورگه و پشتروغ ولسوالی خدیر می باشه. به شکل خفیف تمام دایکندی را تکان داده و نظر به آمار و ارقام معلومات که ما از ولسوالی ها به دست آوردیم، بیشترین آسیب را ولسوالی های خدیر، شهرستان، مرکز ولایت و همچنان پاتو دیدن. این ریاست می افزاید که این زمین لرزه ها کدام خسارات جانی در پی نداشته و برای بررسی بیشتر هیئت ارزیابی از سوی ریاست آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی به ساحات متضرر اعزام گردند. اکثریت ولسوالی ها آماری که به ما رسیده روز قبل رو به افزایش بوده، تقریبا بالای 70 خانه از این زلزله متضرر شده و ما کمک ها روی دست داریم. بعد از اینکه سروی تکمیل شد با همکاری مؤسسات همکار، ارگانهای دولتی و خود مواد دست داشته ریاست حوادث انشالله برایشان کمک خواهیم. قابل یادآوری است که روز یکشنبه 28 جدی 2 زمین لرزه ساعت 6 صبح و 7 شام ولایت دایکندی را تکان داد. شدت این زمین لرزه ها 4.5 درجه ریشتر به ثبت رسیده است. و همچنان وزارت دفاع ملی میگوید که در هفته روان نیروهای هوایی هرات شماری از افراد گیرمانده در برف در ولسوالی جواندی ولایت بادغیس را نجات دادند. به گفته این وزارت در میان افراد گیرمانده زنان بیمار نیز شامل بوده که از طریق پرواز ویژه به گونه فوری به مرکز ولایت هرات منتقل شدند. رئیس تنظیم دوا و محصولات غذایی وزارت صحت عامه افغانستان در سفرش به بنگلادش با منشی عمومی اتحادیه صنعت ادویه این کشور دیدار و پیرامون همکاری‌های مشترک در تقویت سکتور صحی گفتگو کرد. همکارم با شرح بیشتر این گزارش. دکتر نعیم الله ایوبی رئیس تنظیم ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه در جریان سفرش به بنگلادش در دیدار با منشی عمومی انجمن صنایع ادویه آن کشور در مورد قانونی سازی، تنظیم و شفاف سازی تجارت ادویه میان دو کشور گفتگو کرده است. وزارت صحت عامه میگوید که هیئت افغانستان مسئولان شرکت‌های تولیدی ادویه بنگلادش را تشویق کردند تا در بخش تولید ادویه در افغانستان سرمایه گذاری کنند. په دغه ناسته کې چې د افغان پلاوي نور غړو هم شتون درلود. د دواړو لوريو ترمنځ د درملو تولید، تنظیم او د سوداګرۍ او پانګونې اړوند نور موضوعات باندې هم بحث ترسره او ټینګار شو چې د درملو برخه کې د سوداګرۍ په قانوني، منظم او شفاف ډول ترسره شي او هم د درملیزو تولیدي اقلام د ثبت او ارزونې بهیر له لازمو معیارونو سره سم ترسره او چټک شي. همدارنګه د بنگلاديش هیواد د درملو تولیدي شرکتونو مسؤلین وهڅول شول چې د افغانستان په داخل کې د درملو تولید برخه کې افغان پانګوالو سره په ګډه او یا هم په انفرادي ډول پانګونه وکړي. در همین حال شماری از فروشندگان ادویه در کابل از این اقدام استقبال کرده و میگویند واردات ادویه از بنگلادش و سرمایه گذاری آن کشور در کابل میتواند کیفیت ادویه را تضمین کرده و میزان دسترسی مردم را افزایش دهد. دا که چیرې دلته تولید سي دا د بنگلاديش کمپنی راسي زموږ سیس د افغانستان سره سرمایه گذاري وکړي دا ډیره بهتره ده. زموږ دوا د شارچر سره مخامخ کیږي نه او یو دوا په هغه صحیح سټنډرډ معیار سره مشترک رسیږي. موږ غواړو چې ښه با کیفیته دوا او ښه کیفیتدار دوا چې ولري په افغانستان کې وارد کړي
افغانستان ته شرکتونه راوارد کی دوا تولید کی او با کیفیت هم په نرخ کې ارزانه. وزارت صحت عامه همچنان میگوید که هیئت افغان پیشنهاد کرده در آینده قیمت ادویه صادر شده به افغانستان روی برچسب‌ها به واحد پولی افغانی در شود، زیرا این کار هم برای صادرکنندگان و هم برای شهروندان افغان مفید است. افزون بر این تاکید شده که ادویه‌ای که مدت اعتبار مصرف آن کوتاه باشد نباید به افغانستان صادر شود. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر ولایت غزنی و کشور. سری میزنیم به رویدادهای خارج کشور. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان از تصمیم شهباز شریف برای پیوستن به شورای صلح غزه به شدت انتقاد کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر این گزارش. پاکستان که با باور بسیار توان و امکاناتش متناسب با مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتن نیست، کشوری که با مشکلات امنیتی و اقتصادی کمر آن را خم کرده و مردمش در هر دو عرصه با شرایط بسیار دشوار روبرو هستند، با این حال شهباز شریف در چنین وضعیت تصمیم گرفته کشورش را به هیئت صلح دونالد ترامپ برای غزه که با حضور چند کشور تشکیل شده بپیوندد، تصمیمی که در داخل و خارج از کشور واکنش‌های گسترده و تند را برانگیخته است. مولانا فضل الرحمن که از سیاستمداران برجسته پاکستان به شمار می رود، می گوید این تصمیم برای پاکستان قابل قبول نیست. او در سخنرانی خود در پارلمان مرکزی در اسلام آباد گفته است در ولسوالی هایی که خودش در آنها زندگی می کند، گروه های مسلح از مردم باجگیری می کنند. اما شهباز شریف به جای رسیدگی به این مشکلات به هیئت صلح آمریکا برای غزه پیوسته است، تصمیمی که به هیچ وجه برای پاکستان پذیرفتنی نیست. در لکه مروت، تانگ و بنو هیچ گونه حضور دولتی وجود ندارد و حکومت پاکستان توان حفاظت از مردم خود را ندارد، در حالی که شهباز شریف سرگرم تلاش‌های بین المللی برای برقراری صلح در غزه است. شورای صلحی که دونالد ترامپ ایجاد کرده به هیچ وجه برای پاکستان قابل قبول نیست و پاکستان باید به طور صریح از پیوستن به آن خودداری کند. باورها بر این است که تصمیم حکومت پاکستان می تواند نارضایتی ها را در میان کشورهای اسلامی گسترش دهد. منتقدان می گویند ایستادن نظامیان پاکستانی در کنار اسرائیل در برابر حماس به شدت به اعتبار و وجهه این کشور را سیب خواهد زد. به اساس این پیام ها نشان دهنده ای هست که حکومت پاکستان از داخل به فرو پاشیده. حکومت تامین امنیت نمیتونه، پس طبعا کشورهای همسایه هم متاثر میشه. به جای از اینکه حاکمان پاکستان در طرح صلح ترامپ شرکت بکنن، مشکلات داخلی خود حل بسازن تا از او طریق بشوه با کشورهای همسایه بر محور منافع ملی تعامل‌های را مطرح بحث داشته باشند. 7 کشور از جمله عربستان سعودی، ترکیه و مصر در یک اعلامیه مشترک گفتند که به هیئت صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه خواهند پیوست. این کشورها در این چارچوب با اسرائیل همکاری خواهند کرد. اسرائیلی که پیش از این نیز به صورت علنی مشارکت خود را در این هیئت یا کمیته تایید کرده بود. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که روسیه نیز به این هیئت پیوسته، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که هنوز در حال بررسی این موضوع است. و تأکید وزیران خارجه ایران و قطر بر حفظ امنیت و ثبات در منطقه. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در یک تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ایران میگوید که این تماس تلفنی دو طرف در کنار بررسی‌های تحولات منطقه‌ای، بررسی مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه برای کمک به حفظ امنیت و ثبات در منطقه تاکید کردند. قوای قضایی ایران اعلام کرده که فردی به نام حمیدرضا ثابت اسماعیل پور را به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع سازمان استخباراتی رژیم اسرائیل یعنی موساد اعدام کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، فرد مذکور اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده را برای افسر استخباراتی رژیم اسرائیل ارسال کرده بود. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشید. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان می سپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. به نام برنامه گزارشات مهم یک هفته
در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.